سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان محترم. امیدوارم که طبق روال قبل هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و آرامش خاطر رو داشته باشید که از همه چیز مهمتره. خب دوستان، میخوام ازتون خداحافظی کنم و اونم اینه که میخوام یعنی این خداحافظی این نیست که بگم دیگه بر نمیگردم، نه، میخوام با دست پر برگردم. میخوام برم صدا گذاری و چه بدونم تدوین و این کارایی که هر روز یه جورایی مثلا داره اتفاق میفته، میخوام برم اونا رو یاد بگیرم و وقتی کامل یاد گرفتم اون وقت با دست پر برمیگردم و تا اینجور موارد پیش نیاد. چون دیروز ویدیویی که بود خدا شاهده خودم گوش کردم 2 دقیقه نتونستم یعنی گوش کنم، یعنی اینقدر گوشامو اذیت میکرد، صدا اینقدر بد بود. و خب این یه جوری نبوده که بگیم فقط یه جلسه، حالا این در چندین مورد این اتفاق افتاده. یه روز کیفیت خوب نبوده، یه روز صدا خوب نبوده، هر روز خلاصه یه اشکالاتی داشته. و خب اینم به خاطر این که من توی این هیته واقعا هیچی برای گفتن ندارم. من توی هیته سوشیال مدیا و یوتیوب و اینا اصلا چیزی تو کلم نبود، یه چیز یعنی اتفاقی بود، یعنی برنامه و پلنی براش نداشتم. و خب یوتیوب هم یه چیزیه که داره تمام دنیا میتونن نگاهش کنن و عرض کنم خدمتتون یه چیزی نیست که بگیم مثلا در حیطه فرض کنید یه گروه 100 نفری 200 نفری فوقش حالا کم و کستی هم داشته باشه، همون 100 نفر میتونن ببینن و تموم شده رفت. و اینا خب ارزش کاریتو میاره پایین و اصلا هر کاری که انجام میدی حتی اونم میبره زیر سوال. و اینم حالت جهانی داره. من نمیخوام مثلا این رد پاهای ضعیف از خودم به جا بذارم. برای همین من تصمیم گرفتم تمام ویدیوها رو فعلا پریبیت کنم و عرض کنم خدمتون که میخوام اول برم این برنامه تدوین و صدا و چه بدونم اینا رو کلا یاد بگیرم. وقتی که یاد گرفتم تازه اون وقت تولید محتوای درست حسابی در خور و شایسته بینندگان و مخاطبین باشه که بتونن واقعا اون وقتی که اونا میذارن و نگاه میکنن دیگه اذیت نشن. دیگه خودم وقتی که نتونستم 2 دقیقه از ویدیو خودم رو گوش کنم، دیگه این چه انتظاری از مخاطب داریم؟ و توی این مدت خب دوستان زیادی به من محبت کردن با لایکشون، با سابسکرایب و با ارز کنم از کامنت های خوبی که میذاشتن و اینا بزرگترین دلگرمی بودن، بزرگترین پاداشی بود که توی این مدت من تونستم بگیرم و همینا باعث میشد که من فراش دوباره مثلا بتونم تولید محتوا کنم. و من از همتون متشکرم، از تمام کامنت های خوب و دلگرم کننده ای که نوشتید. از همتون، از یکی یکیتون متشکر و ممنونم و مطمئن باشید به زودی برمیگردم، ولی این دفعه خب با مهارت بیشتر و با دست پر برمیگردم و اون وقتی که تولید محتوا بسیار عالی خواهیم کرد. پس من از همینجا اعلام میکنم که دیگه من تا اطلاع ثانویه هیچ ویدیویی رو آپلود نمی کنم و توی کامیونیتی هم بیشتر به صورت عکس یعنی تحلیلام میذارم تا زمانی که این مشکل این صدا و چه بدونم تصویر و اینا رو بتونم حل کنم. اون وقت که حل کردم، حالا این مصادف میشه با تابستون هم خب برنامه سفرم داریم. احتمالا بعد تابستون، بعد اینکه از سفر برگردم، تو این مدت سعی میکنم بیشتر خودم رو در این هیته، یعنی هیته اینکه تدوین و چه بدونم این بند و وسطا صدا اینا رو آموزش ببینم و وقتی که آموزش دیدم اون وقت مثلا یکی دو تا ویدیو آزمایشی خودم درست میکنم. بعد دیدم که اگه کیفیتش خوبه اون وقتی که دوباره تولید محتوا خواهیم کرد و توی یوتیوب و سوشیال مدیا قرار میدیم که همه دوستان بتونن ازش استفاده کنن. خب دوستان، توی این مدت با دوستان بسیار نازنین آشنا شدم و دست همتون رو میفشارم و از حمایتاتون خیلی خیلی متشکرم. از همینجا هم عذرخواهی میکنم و اینکه مثلا این ویدیوها رو الان پریویت کردم مجبور بودم، چون نمیخوام رد پای ضعیفی از خودم به جا بذارم
و عرض کنم خدمتون که به زودی با دست پر برمیگردیم و نگران نباشید که خیلی محکمتر و قرصتر برمیگردیم، با هم کاملتر. و همین بود، همین رو میخواستم به اطلاعاتون برسونم. و دیگه اگه کم و کاستی دیدید از ما دیدید، حلالمون کنید تا آینده که برمیگردیم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.